بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع جدیدی که میخوایم امروز صحبت کنیم در رابطه با چکه. دوستان خیلی در مورد چک های جدید صیادی که هست سوال میکنن. ما بعد از این کلیپی که امروز میگیریم میریم سراغ، حالا یه چند تا بعد از این میریم سراغ کلیپ های و آموزش پرونده های ملکی، یا اینکه ببینیم دوستان چقدر درخواست میکنن توی سیستم سمپ بخوایم آموزش داشته باشیم. به نظرم سیستم سمپ بازآوری و فرایند بهتری توی کلیپ ها خواهد داشت برای دوستانی که به تازگی کارآموز شدن. اینجا به دردشون میخوره. توی دعاوی اعتراضی و خیلی درخواست داشتم توی ارسال دعاوی اعتراضی و اظهارنامه و اینکه توی از طریق سامانه ادیران چگونه شماره تلفن طرف مقابلشون رو پیدا کنن. فعلا در رابطه با پرونده چک میخوایم جلو بریم. پرونده چک دوستان، ما مطابق ماده 25 و 26 قانون صدور چک یک صدور اجرایی میتونیم بخوایم. صدور اجرایی از دادگاه صادر کننده، از محلی که گواهی عدم پرداخت صادر شده، از دادگاه اونجا مطابق درخواست صدور اجرایی چک میشه بخوایم. مطابق ماده 25 قانون صدور چک فقط نسبت به اصل خواسته، مطابق ماده 25 قانون صدور چک، 25 قانون صدور چک فقط نسبت به اصل خواسته میتونه خواهان یا ذینفع اقدام کنه. حالا سوالی میکنن دوستان، میگن که آقا اگر ما بخوایم چک رو به ید ما قبل خودمون انتقال بدیم، آیا صدور اجراییه میتونیم بخوایم؟ حقیقتا من تو چندین موردی که حالا بعد از قانون صدور چک جدید من انجام دادم به این شکل بوده که نظرات قضات فرق میکنه. بعضی از قضات میگن چون در اشخاص ذینفع چک وجود داره، فرض مثال الف چک رو صادر کننده چک آقای الف صادر کننده چک رو صادر میکنه به ذینفع آقای ب چک رو انتقال میده به آقای